دادگاه شهر خوجند مقصود یونسوف سردار شعبه محافظه و انکسات بانک اروند در شهر خوجند را به 2 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه این مقام بلندپایه بانک اروند را بر اساس ماده 195 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در خرید و فروش غیر قانونی سلاح گناهکار شناخت. ظفر سیدشاهزاده معاون اول رئیس سود شهر خوجند در یک مقاله در نشریه جمهوریت نوشت مقصود یونسوف با مقصد به دست آوردن درآمد مفت با معاملات غیر قانونی سلاح آتشفشانی مشغول گردیده با حمید نام شخص که شخصیتش در تفتیشات پیشکی معین نشد در نزد مغازه اوستای شهر خوجند واخورده برای عملگردانی مقصد جنایتکارانه خود از او یک عدد تپانچه تمغه مکارف سلسله و رقم AU 3773 سال برورشش 1987 با یک تیردام و صدا خاموش کنک برخلاف قانونگذاری کشور با مقصد در آینده به کسی دیگر دادن گرفته آن را تا اتاق کاریش انتقال داده غیر قانونی نگاه داشته است. سپس یونسوف در حجره کاریش با خریدار شرطی با نام فرخ که از جانب کارمندان فوری شعبه کوفتوکوف جنایتی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت برای عملی نمودن چاره‌بینی‌های فوری جستجوی جلب شده بود واخورده سلاح آتشفشان را به عوض 27,000 سامانی به وی می‌فروشد. بعد این معامله مقامات یونسوف را دستگیر کرده بر ضدش پرونده جنایتی گشودند. خبر داده ظفر سیدشاهزاده معاون اول رئیس سود شهر خوجند.